یاد من خانم مفید دیالوگ معروف عقده است. تومیری تنگ غروب پکر کرکره کشیدیم پایین در دکون هستیم، رفتیم در فروشی سر کوچه نشستیم، گفتیم عقده است بیا برده هستم. تومیری عقده است اومد نشست برده هستم. یه سر کلمه اینزونی این هوا اینجوری از پاش اومد دست گذاشت شونه عقده است. نفهمیدم چی شد، پا شدم 1 2 3 4 5 زامندار اومد دستم، صورت یارو رو ریخت کردم نشستم. حالا عقده است برده هستم. یه سکان عرق زدیم بالا، گفتن سر کوچه دعواست، گفتم هستم. کافی شروع شد زدن شیشه و میز صندلی همه رو شکستن. آژانا اومدن در کافه رو بستن. دلخور رفتیم تو خونه عقدس نشستیم. یه سیگاری بار زد گفت هستی، گفتم هستم. دومی رو بار زد گفت هستی، گفتم هستم. کشیدم منگ رفتم رو پشت اون کنار قفسه کفتر نشستم. یه توقی غریب این هوا باخت کرد کنار دستم نشست. شیرجه زدم که بگیرمش، افتادم تو تحیات خلوت، شیشه و لوسر همه رو شکستم. یهو از خواب جستم، پام خورد به کتری، آبجوش ریخت پام سوخت، حالا پامو بستم. حالا عقده است نیست برا دستم. یه عمریه داره کافه ها رو بستم. من خواب بودم دومش محل این حرفا هستم. روح به من خانم مفید شاد، یادش گرامی. چکریم.